مقامات ترکیه روز 7 اکتبر سال 2023 با درخواست تاجیکستان یک زن تاجیک را همراه پسرش بازداشت کردند و اینک بیش از یک ماه باز مسئله استرداد آنها به دوشنبه در دست بررسی قرار دارد. بنا به اطلاع رادیوی آزادی، فاطمه غیاسووا 44 ساله و پسر 19 سالش محمدالله دانیارزاده در تاجیکستان به اشتراک در جنگ سوریه ایبدار می شوند. خود آنها این اتهام را رد می کنند. به گفته نزدیکانشان 2 هفته پیش دادگاه ترکیه درخواست ادوکات برای رهایی آنها را رد کرده گفته است مقامات تاجیکستان تا حال درخواست استرداد این 2 نفر را پس نگرفتند. مقامات تاجیکستان رسما در این باره اظهار نظر نکردند، ولی به گفته دانیارزاده ها جانب تاجیکستان گویا در درخواستش گفته باشد که گویا اعضای این عائله سال 2016 به سوریه رفته بودند. معلوم نیست که این ادعا تا کجا واقعیت دارد. ابراهیم دانیارزاده پسر فاطمه غیاسووا که حالا در ونگر قرار دارد روز 8 نوامبر گفت هیچ کدام از اعضای خانواده های آنها به سوریه نرفته است و مقامات تاجیکستان بدون دلیل آنها را تحت پیگرد پلیس بین المللی اینترپل قرار دادند. ابراهیم دانیارزاده گفت سال 2022 خود او را هم با چنین درخواست در مجارستان بازداشت کرده بودند ولی دیرتر رهایش نمودند. مقامات تاجیکستان رسما بازداشت 2 عضو یک خانواده در ترکیه را شرح ندادند. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی و ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته شهر دوشنبه به سوالها در رابطه با این قضیه پاسخ ندادند. در کنسولگری تاجیکستان در استانبول در رابطه با این قضیه خواستار به شکل خطی ارائه کردن سوالها شدند، ولی با گذشت بیش از 2 روز از زمان ارسال سوالها به پوش الکترونیک کنسولگری تا هنوز جوابی از آن جانب نرسیده است. مریم دانیارزاده فرزند دیگر این خانواده قبلا گفته بود که سال 2016 از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به ترکیه آمدند و به پدرم گفتند که بیایید با ما همکاری کنید. پدرم رد کرد و آنها رفتن ما رو در جستجو دادند. ترکیه در سالهای قبل یک مسیر اساسی به سوریه و عراق رفتند و به صف گروه‌های تندرو اساساً به داعش پیوستن جنگجویان به شمار می‌رفت. به حساب مقامات در عموم بیش از 2000 آزادگان تاجیکستان از جمله 10 نفر آنها خانه‌خیز با زن و فرزندان و حتی با پدر و مادران خود به خاورمیانه به سرزمین به نام خلافت اسلامی رفتند. باور می‌رود که اکثر آنها نیز از طریق ترکیه خود را به عراق و سوریه رسانیدند.